خسته، امیدوارم خوب باشین. امروز میخوایم با هم یه تنفس تمرین کنیم. این تنفس اسمش هست تنفس ماه و خورشید. این تنفس خاصیتی که داره ریلکس میکنه، تعادل بین دو نیمه مغزمون رو برقرار میکنه و یکی از مواردی که خیلی استفاده میشه بعد از تمرینات یوگاست. برای انجام این تنفس باید یا بنشینیم روی متمون یا روی صندلی و تمرین به این شکل انجام میشه که با کیپ کردن سوراخ سمت راست بینیتون دم رو از قسمت چپ وارد میکنید و به مدت خیلی کوتاهی، حتی کمتر از 1 ثانیه حبس دم دارین. با انگشت کوچیک دست راستتون میخواین که بازدم رو از قسمت راست خارج کنید. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دوباره دمتون از راست اتفاق میفته، سوراخ راست رو کیپ میکنین، بازدم از چپ. این روند رو بین 10 تا 15 بار تکرار میکنین و بعد از اون چشمانتون رو میبندین، از 2 سوراخ بینی چند دقیقه نفس میکشین.